پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد قبری آمد که صاحب آن قبر اذان داده میشد. گفت این شخص گوشت مردم را میخورد، یعنی غیبت میکرد. هستند بعضی انسان‌هایی که مردم را درباره‌اش سخن‌ها میگویند و اگر بگویی که ای برادر این غیبت است، میگوید من این سخن‌ها را در رویش هم میگویم. برادری عزیزم، این سخنی که تو میگویی که من میتوانم آن را در رویش هم بگویم، این غیبت را برایت حلال نمیسازد. اگر تو او را در رویش گفتی، تو گویا او را نصیحت کرده ای، اما وقتی که از پشتش گپ میزنی، تو چی فایده ای به دست میآوری؟ من حدیثی را خواندم که هرگاه بخواهم درباره کسی چیزی بگویم، این حدیث مرا مجبور میکند که پیش از چیزی گفتن باید خوب فکر کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید در شب معراج من به قومی گذر کردم که ناخن‌های از میس داشتند و با آن رو و سینه خود را میکندند. گفتم ای جبرئیل آنها کیستند؟ گفت آنها کسانی اند که گوشت‌های مردم را میخوردند، یعنی غیبت میکردند و با آبروی مردم دسترازی میکردند. خدایا پناه. خب هرگاه که تو را غیبت کنند چی فایده به تو میرسد؟ هرگاه تو را کسی غیبت کرد، از نیکی‌های آن شخص به اندازه غیبتش به تو میرسد. هر قدر تو را زیاد غیبت کنند، همان قدر از حسناتش را صاحب میشوی. بیچاره است آن که تو را غیبت میکند. قسم به خدا بیچاره است. و آن کسی که در مجلس می نشیند و از این و آن غیبت می کند، بیخبر است از آنی که نیکی‌های کرده اش را به آن شخص می دهد. اگر نیکی‌هایش تمام شود و غیبتش حالا هم ادامه داشته باشد، اینجا کار تمام نمی شود. زیرا آنانی که غیبت می کنند، اگر نیکی‌هایشان تمام شد، از گناه غیبت شده می گیرند و به گناه غیبت کننده می گذارند. از این سبب وقتی مردی به فضیل ابن عیاض گفت فلانی مرا غیبت می کند، گفت او خیلی زیادی در حق تو کرده است، یعنی او میگوید خوشا بر حالت، شاد شو. عبدالرحمن مهدی میگوید اگر من انجام دادن گناه را بد نمیدیدم، هر آینه آرزو میکردم که هر کی در روی زمین است مرا غیبت کند. میگوید چه چیزی تو را در روز قیامت خوشحال میکند؟ از آنی که حسناتی را که در نامه اعمالت میبینی، حال آن که برای به دست آوردن آن کاری نکرده ای. به خدا سوگند من حیران کسانی ام که شب‌های دراز مینشینند و آن حسناتی که با چه مشکلی ها به دست آوردند با دو دستی ادب به دیگران هدیه میکنند. از آن وقتی که در مجلس نشینند، برای یکی از حسناتش میدهد، برای دیگری از عبادت‌هایش میدهد. چنان در تقسیم کردن حسناتش سخی میشود که شاید چیزی برایش نمیماند. یعنی همه را غیبت میکنند. روایت کردند که مرد حسن رحمه الله را غیبت کرد و حسن برای او هدیه روان کرد و به او گفت به من گفتند که تو از حسناتت به من هدیه داده ای و این هدیه من در مقابل آن هدیه های توست. عبدالله ابن مبارک میگوید اگر میخواستم کسی را غیبت کنم، هر آینه آن کس پدر یا مادرم بود، زیرا آنها از دیگران دیده برای گرفتن حسناتم مستحق ترند. سبحان الله، این فکرها رو ببینید. شاید یکی میگوید من در گذشته چندین نفران را غیبت کردم، آیا بروم از آنها بخشش بپرسم؟ نه، این حل دیگری دارد. راه حل را برایتان پس از یک موضوع دیگری میگویم و این از غیبت دیده سخت‌تر است. این سخنچینی است و سخنچینی از غیبت فرق دارد. فرق بین غیبت و سخنچینی در آن است که تو از پشت کسی سخن میگویی که او در آن مجلس نباشد، اما سخنچینی آن است که تو سخن یکی را برده به دیگری میرسانی. اگر به کسی بگویی که فلانی تو را چنین و چنان گفت، بدان که تو سخنچینی کرده ای. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد دو قبر میگذشتند. گفتند این دو را عذاب میدهند، نه به خاطر گناه کلانه، اما یکی اش را برای آن که از پیشابش خوب پاک نمیشد و اما دیگرش را باشد بین مردم با غیبت و سخنچینی مشغول. خدایا پناه. هر انسانی در باب غیبت و سخنچینی یکی از این سه نفر است. شخصی چهارمی نیست. مثال در غیبت کنی، تو یا غیبت کننده هستی که من امید دارم تا چنین نباشی، زیرا که گناهش از دوی دیگر سخت‌تر است، یا اینکه غیبت کرده شده ای و خوشا بر حالت که تو را غیبت میکنند، زیرا این در میان آن سه شخص خوشبخترین آنهاست. چرا؟ زیرا برایت حسنات به یگان زحمت میرسد. یا اینکه کسی هستی که غیبت را گوش میکنی. اگر تو از شخصی سومی باشی، تو در یک حالت قرار داری که اگر از آن نجات یافتی، یک پاداش را صاحب میشوی که آن پاداش پرده بین تو و بین آتش جهنم میشود و آن حالت این است که تو از برادرت که نزد تو غیبتش میکنند محافظت کنی و نگذاری تا کسی را در نزد تو غیبت کنند. به غیبت کننده بگو میبخشید برادر، این برادر ما نزد ما نیست، لطفاً درباره‌اش چیزی نگو. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کی آبروی برادرش را نگه داشت، این حجاب میگردد که او را از آتش جهنم نجات میدهد.
و در سخنچینی نیز تو یکی از 3 نفری. یا اینکه تو خود سخنچینی میکنی و من امید دارم که تو سخنچین نیستی، یا شخصی هستی که سخنت را برده رسانیدن، یعنی سخنی گفته‌ات را به دیگر کس رسانیدن و این 2 حالت دارد. یا اینکه تو را تهمت کردن که تو سخن را گفته ای حال آن که تو این سخن را نگفته ای و خوشا به حالت، زیرا تو را غیبت کردن و تو حسنات زیادی را صاحب شده ای. اما حالت دومی باشد در حقیقت تو این سخن را گفته ای و باید از این کاری کرده توبه بکنی، زیرا این غیبت است. اما شخص سوم کسی است که در نزدش سخنچینی کردند. اگر تو در این حالت باشی باید که به هجوم تیار باشی. از 3 چیز باید محافظت کنی. اول باید از دلت محافظت کنی. نگذار تا به دلت آن شخص را بد بینی، بلکه نباید آن سخنچین را باور کنی. دوم از گوشت محافظت کن. گپ‌های سخنچینان را گوش نکن، بلکه آنها را در جایشان بنشینان. سوم زبانت را محافظت کن و سخنهای گفته او را در نزد دیگری تکرار نکن که فلانی در حق من چنین و چنان گفته است، تا تو نیز یکی از سخنچینان نباشی. به سخنچینان باور نکنید. علما میگویند هر کی نزد تو سخنچینی کرد سخنی تو را به دیگران نیز میرساند و هر کسی که دشنام برادرت را برایت رسانید در حقیقت خودی همان شخص است که تو را دشنام داده است. چخیر؟ زیرا تیری که از سوی برادرت برآمده بود آن در زمین افتاد و به تو نرسیده بود و تو از آن خبر نداشتی و این سخنچین آمد و آن تیر را برداشته به دلت زد. شاید یکی بگوید که من در گذشته غیبت و سخنچینی کردم، اکنون چیکار باید کنم؟ راهی حلش چیست؟ آیا نزد کسی که او را غیبت کردم بروم و بگویم تا مرا ببخشد؟ از همه کاری درست نزد علما آن است که تو باید او را خبر نکنی، زیرا این چیز یک بدبینی را نسبت به تو در دل او پیدا میکند و غیبت و سخنچینی هم به آن خاطر حرام کرده شده است تا کینه و بدبینی نسبت یکدیگر در دلها پیدا نشود. و تو چگونه میخواهی با خبر کردنت کینه را در دل او بکاری؟ نه، این کار را نکن. شاید یکی بگوید پس آن حسناتی که من از دست دادم چی می شود؟ زیرا با سبب غیبت و سخنچینی هم روز قیامت از من گرفته می شود. نترس، اینجا حلی است که علما آن را ذکر کردند. این است آن حل. تو باید چگونه ای که او را غیبت کردی در حقش باید دعا کنی تا اینکه آن مقدار حسنات به او برسد که از تو در روز قیامت به سبب غیبت کردنت گرفته می شود. و این چنین فرشته هایی هستند که با دعای کرده ای تو جواب داده می گویند آمین و بر تو نیز چنین باد. یعنی تو همان ثوابی را که به او میخواهی به تو نیز داده می شود، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند. و کوشش کن تا همیشه او را با صفتهای خوبی که دارد تعریف کنی تا خطایت را اصلاح کنی. قتاده رضی الله عنه میگوید 3 عذاب قبر از غیبت و 3 دیگرش از سخنچینی است. اگر تو غیبت و سخنچینی را ترک کردی از 2 حصه عذاب قبر نجات یافتی. از خداوند میخواهم تا زبانهای ما را نگهبان باشد و قبرهای ما را باغی از باغهای جنت بگرداند و ما را از باشندگان فردوس اعلی بگرداند. آمین.